فاتحه نام خانم از بلژیم تلاش دارد دختر و زوجه پسرش را همراه با 6 نبیره‌اش به این کشور برگرداند. روز چهارشنبه فاتحه گفت تا حمله ترکیه به شمال سوریه آنها در اردوگاه عین عیسی بودند و حالا در بیابان قرار دارند. واقعا اطلاعی زیاد ندارم. کردها در اردوگاه ها را باز نموده به آنها گفتند که گریزند. تا جای میدانم آنها در بیابان میباشند. دقیق گفتن نمیتوانم که در کجا. کردها میگویند که با آغاز عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه کمش 800 نفر از اردوگاه عین عیسی فرار کردند. نزدیکان فاتحه در اوج پیروزی‌های گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش با آن همراه شده سال 2017 وقتی دهشت افکنان نظارت پایتختشان شهر رقه را از دست دادند خود را به کردهای سوریه تسلیم نمودند. ابتدا دختر، کلین و 6 نبیره فاتحه در محبس بوده بعد 2 ماه به اردوگاه عین عیسی انتقال یافته بودند. ما برای بلژیم خطری نداریم. میخواهیم مردم ما را فهمد. میخواهیم موازنت ایجاد کنیم. سال گذشته فاتحه قضیه را به دادگاه کشیده میخواست دولت بلژیم را مجبور کند که دختر و کلین و نبیره هایش را بازگرداند. ماه فوریه دادگاه دعوای فاتحه را رد کرد. مقامات بلژیم خوف دارند که تقدیم اجازت بازگشت به نزدیکان فاتحه جنگجویان دیگر و اهل عائله های آنها را برای بازگشت به اروپا تشویق خواهد کرد. فاتحه از آن خشمگین است که دولت بلژیم قبل از حمله ترکیه به شمال سوریه اهل عائله‌اش را برنگرداند. Natuurlijk, ik ben er kapot van. Natuurlijk, want de Belgische staat heeft de kans gehad om hun من خیلی شکسته و ناراحتم. دولت بلژیم امکان داشت آنها را برگرداند. دوام 2 سال امکان بود که آنها به بلژیم برگردند. حاضر نمیدانم که دختران و نبیره هایم در کجا هستند. هیچ خوابم آرام نیست. 80% اندیشه هایم درباره آنهاست. در صحبت با خبرنگار ریترز دیپلمات‌های غربی گفتند که فعلا کشورهای اروپایی تلاش دارند یک برنامه سریع انتقال هزارها جنگجوی محبوس داعش از زندانهای شمال سوریه به عراق را طرح‌ریزی و عملی کنند تا از فرار جهادیان و بازگشت آنها به اروپا جلوگیری شود. ادامه برخوردهای نظامی در شمال سوریه احتمال فرار جنگجویان بازداشت شده را تقویت می‌بخشد. در همین حال فاتحه میگوید دختر و کلینش به جای گریختنی نیستند. آنها نمیدانند که به کی خود را تسلیم کنند. همین گونه رادیوی آزادی نیز اطلاع دسترس نموده است که چندین زن تاجیک زوجه های جنگجویان اکثرا کشته شده از بازداشتگاه ها فرار نموده حالا نمیدانند که چی کار کنند و به کجا خود را تسلیم نمایند.